Çinli otomobillerin رقابت خودروسازان چینی در بازار خودروی ترکیه پس از فراگیر شدن تولید و فروش محصولات چری چین که با استقبال خریداران ترکیه‌ای مواجه شد، حالا بزرگترین خودروساز برقی چینی با یک قرارداد میلیاردی خط تولیدش را به زودی در ترکیه راه اندازی می‌کند. با حضور رئیس جمهور ترکیه، قرارداد 1 میلیارد دلاری تولید خودروهای BYD چین با ظرفیت تولید سالانه 150,000 دستگاه خودروی برقی و تأسیس یک مرکز تحقیق و توسعه به امضا رسید. وزیر صنایع و فناوری ترکیه پس از امضای این قرارداد ابراز امیدواری کرد شرکت خودروساز چینی علاوه بر اشتغالزایی چند هزار نفری موجب تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشورش خواهد بود. خودروسازان چینی نشان دادند که با کیفیت و قیمت مناسب در بازار خودروی کشور ما می‌توانند تأثیرگذار باشند. از این رو تصمیم گرفتیم خط تولید بزرگترین خودروساز برقی چینی را در کشور ما راه اندازی کنیم. این شرکت تولیدی هم 5000 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد و هم بازار خودروهای برقی را رقابتی خواهد کرد. ترکیه قصد دارد در یک برنامه 3 ساله خودروهای برقی با فناوری جدید را جایگزین خودروهای قدیمی با سوخت فسیلی کند. شرکت SWM یکی دیگر از تولید کنندگان خودروهای برقی چینی هم تصمیم دارد به زودی سرمایه‌گذاری و تولید در ترکیه را آغاز کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.